بناغ خدای کردستان سلاو و ریز و خوشویستی ایرو وژینکا نیدست پید کت دیروکا کردستانی دا ایرو اکولکا نیدست پید که دنگه ها کرنشوپکا نیده دانی افشمندیا بلندا کلوه داری آماده جکوراهی دلو دیرو کافی ملت بندر پیدا بیه حوالدانا میں اوکو ام وی اراده یا پیشنگا نتوئی بریک بخن و ربازه کا نی بدن بر ملت خواه ده دوزا نتوئی دا جانبه سردمه و رالیتا دیروکی جواکیا کردستانه دکترین اکل سلمه فرس که آزادی خواست به جبو همی جدایان و رزگاری خواست به جبو ملت کرد ایدی ده کردستان و رجلات ناوین نه به اسلامیزم رایل دبه و نه به سکولاریزم رایل دبه جهر جانجوره بوراندن ایدی دبه جی اسلام ناوین ترکی و ناوین عربی و ناوین فارسی جی و سکولاریزم کمالیزم و بعثیزم و هر وکی دنجی وره بوراندن و حمد خدای کردستانی را کن ما بدانینا ریبازه که عرفانی و آزادی خواست و یکسانی خواست اف یک پیکانی اف تفگر مالا همی کردستانی آنه اسلامی جی و سکولر جی و همی بیرو باورینده جی دکارن به ناسنامه خواه نشکره ورن نامامه تفگر لبه داره نه تنی آزادی روزانه آزادی سیاسی حقوقی اسلامی جی و آزادی سیاسی حقوقی سکولاریزم جی و همی والین جی حتیه پاراستن پروژه آزادی و یکسانیه که چاره‌ای کریز روجلات ناوین جی حتی ایرو بدنگ کی بلند نادیا راگاندن و برجدی پاراستن و نادیا کرد هم توتالیتاریزم و دسپوتیزم و ژاکوبنیزم اسلامیزم رایل و سکولاریزم رایل رد کرد اسلام که تیدا همی مافین ملت کرد نهات بن ناسکرن و آزادی دینین دن و سکولاریزم نهات مسئولیت کرن لبامه قبول کنا و اسلامی بتواوی نممکنه هر روزا سکولاریزم که تیدا آزادی اسلامی و همی دینین دن نهات به ناسکرن و تیدا همی مافی کردان نهات به پاراستن او سکولاریزم جی لبامه بتواوی نای قبول کرد شخوا گیانی سردمی جی دقادا جواکی سیاسی را گیانه کی پلورالیسته کی شرفی گیانی بکرده بشکی بهسترین چکا ایدولوژیکا دسته سردسته کردستان دا دینه ما او تکشی ایدی جوانستان و نبره وچکه داوان ما گفتار ایسانی هم دگل سردمه و هم دگل دوزا نتوایی ملت کرد گنجان ایدی دری باش ورا زانی که دوزا نتوایی ملت کرد عبادت خدای کردستان را بدی اوی معونا کوکیت سخته جوانه را کرد که دنابرا اسلامی و دوزا نتوایی ملت کرد دا دنابرا خوده و کردستان دا خاطی ساز کرد ما بینگه اکا بهز و سیستماتیک دانی لدیجی اسلامیزم سردستان دوی اسلامیزم پیشنگ ترکی و پیشنگ عربی و پیشنگ فارسی جه کردستان بجحمن بچن اف ده کولونیزاسیونا گوتارا اسلامی کردستانی پشتی خاناسینه و پشتی
هشمندیا دیروکی جواکی سیاسی قبول کرنا اسلام کردن ایدی نممکنه. ایرا لکردستان هلوستا هری برویمت و هری گردونی نتوه پروریا کردی و کردستانیه. نتنه کرد دوی همی مروفین حقناس پشتوانیا نتوه پروریا کردی و کردستانی بکن. اف هم ارکتی نتوهیه هم دینیه و هم انسانیه. ایدی باید بهز نتوه پروریه دست بگیریل کردستانی. باید وصایه کد ایدی تو کسک و تو هزک نکاره ریل بر بگیره. کی جانالی دجایتی آدی بای بکن اف با دیوان بله برخواه و به عرضی و فهم نکو بچه. ایدی لکردستان جبلی ریبازا نتوه پروریا کردی کردستانی ده تو ریبازه کدن نکار به ریبازا سرکی. ما فی دیار کرنا چارنوسا نتوهی پرنسیپ که بنگهینه. دوی ملت کرد لسر آخا خواه سروریا خواه نتوهی پیک بینه. اف ما فی که گردونیا که ایرو لهمیش جهانه ته قبول کرن. ایرو هیچی ما فی سلف سترمیناسیونه پیوستیه که حقوق نتوهیه جبا ملت کرد. هم حقوق الهی و هم حقوق نتوهی دیگر ملت کرد. پشتی که اردوان هر دو حقوق اندام افتار بین ایدی چیت کاره دمه قدخب که گاوا قدخب که جی چیت کاره دمه بده قبول کرن. اگر پرنسیپ حقوق الهی و حقوق نتوهی لدجی سروریا نتوهی ملت کرد ور شروع بکرن هنگه امشکرت بیجن جعالیه سروریا سیاسی نتوهی و چه مافن نتوهی ترک و نتوهی عرب و نتوهی فارس هبن دوی همان مافن نتوهی کردی هبن نکم و نزیدن. ستاتویا سیاسی نتوهی ترک و عرب و فارس چه به دوی ستاتویا سیاسی نتوهی کردی او به نکم نزیده. ام دوان واران دا نهاقیه کالب دجی ملت خواه قبول ناکن و حتی همین مافین خواه بدست بینن همه ده تکوشان خواه دا بردوام بین. لروجلات ناوین کشه نه سیستم نتوهی بخواه کشه اوه که اف سیستم با اوه پیویست نهاتیه دانی تشتاکو آشتی و آرامی پیک بینه آواب که هم ناسینا نتوانه. لروجلات ناوین چاره سری نوه که نتوان سردست ببین دولت هریمی اف با اوه که ماینده کریز چاره سر ناکه چاره سری اوه که هم نتوان سلف دترمیناسیون خواه پیک بینه و لسر اصلا هریمی جی یکیتیه که وکی یکیتیه اروپای یان جی یکیتیه که تایبته دوی هریمه وره اما کرد. اگر مدل که دوی رنگی نبه لروجلات ناوین دی کاوس و شهر و پفچین 20 سال بردوام ده تو خونه که دیروکی دا تو هیزه که داگر کرد نکاریل توایا کردستان سروریا خواه مطلق آباب که به درجاهی دیرو که گاوا بشکا نازنا ولاتی مه حپه داگر کرنجی محقق جناوا ملتی مه هنک رابونه لهنک دوران راپرین خواه را گاندنه. یعنی به تو آوی دناواوی پرین دیرو که دا تسلیمیت مطلقا دی ملتی نهاتیت تومار کرن و ایروژی نای تومار کرن. اف یک حقیقتا دیروتی جواکی آوی ملتیه که خبردای ناوا کراهی دل و گیان ملت کرد اف گیان تسلیم نامه. خدای کردستان ام ملت دوی و افراندیه. میر شرفخان بلیستی بریا 14 سالان ده شرفنامه دا اف حقیقت وارا گاندیه که ولات کردان داگر کرده ده داویه دا پوشمان بیه و دیسا را دستی وان کریه. یعنی ام بحثا ذهونانه که تیروکی ناکن
ام بسا حقیقتك دیروگیت کرد جبر هنده دبی همی هیزه سر آخا کردستان باش بزانه که پلان سازیه کوانا لدر ویده حقیقت ده تنه تمن کریز دریشته چونکی افگیان ملی افرح ملی بتاوی تسلیم نابه هولدان وان جبو بیس تاتوی هشتن او بشافتن او گوهراندنا دموکراسیه و همی حسابین وان جدا جدا ده بتاوی کریزه آشنکن ایدی بتاوی نکارن مت کراسکی دینی و کراسکی دموکراتیک بخاپینه ایدی اسلام کردستانی و دموکراسیا کردستانی هیا لدجی اسلام کولونیالیسم و دموکراسیا کولونیالیسم یعنی هون ایدی جناوا سر خواه حتی بنی پی خواه تازی و رویتن کراسکی که هون سختکاری خواه پی بنو خمینه نمای پیروان شیخ عبیدالله شیخ سعید خالد بگ جبری شیخ محمود برزنجی سید رضا علی شیر کوچکری دایکا ظریفه قاضی محمد ملا مصطفى بارزانی لیلا قاسم اوه گلک ناوین دنین و مشا دیروکجا نتوایی ایروژی حاضر و آمادنه و دوه ام ویجی دیار بکن که متودا میا تکوشان برخوادانا پاسیفه ایرو لکردستان متودا هری اکتیفا تکوشان برخوادانا پاسیفه برخوادانا پاسیف جه چالاکین به تندو توجین پروتستوی فکتی ده متودا میا تکوشان دا ده بتاوی زورداری تندو توجی گف و هندانا وانتشتان تنبه ام پابند حقوق الهی حقوق نمنتوی و پرنسیپ بنگهین مروایین امه برای چالاکین پروتستوی هلوستا خویا لدیجی سیستمی راگینن و تکوشان خواه مازم بکن ده تورات دا تگوتن که قوم موسی پیغمبر جبر زختا دجوارا فرعون او جبر که هیوی آوان نما بی گوه خوانت دا موسی اف یک دهمان دمیدا وینه ریالیته یا جواکا کرده زختا دجوارا فرعون ایرو هگمونیا سیستم سروریه جن روم و عرب و عجمانه لسر کرد و کردستانی لیمیوسا هات او دقل حمید جواریات زخطا سیستم فرعون و دقل نمانا هیدیا قومی خواه با آلیکاریا خدای بندستان به باوری و هیویا کان نوی مشا کان نوی دیروکی دا دست فکرن و وی مشا دیروکی او قومی بندست گهان دولات آزاد موسای وی ملتی جی موسای وی ملتی جی شخصیتیا معنویا تفگرا وجینه یا کردستانیه که ایرو ام جبور را گهاندنا و الویداری آمادنه بله موسای وی ملتی جی شخص معنویه و تفگره و ایرو با آلیکاریا خدای کردستانه به باوری و هیویا کانیو هات ایدی وجین دست بکر ایدی مشانیا نتوایی دست بکریه رابع و گاوه که به پیش تهره و ام و مزگینیه جی بدن امه دزیوترین دمه دا مانیفستو و تفگرجی راگینن که ام مانیفستو دستوردانه که ده همه دیروکا کردستانی دا لبنده بن مالا و آوا و مالا خدای کردستانی آوا بجی تفگرا وجینه یا کردستانی بجی ملت کرد و بجی کردستان